امروز میخواییم پیشنهاد و طرز تهیه یک سری غذاهای خوشمزه و دلچسب رو بهتون بدیم، پس با ما همراه باشید. برای شروع یک روز دلچسب میتونید یک عدد کله خربار بذارید و نوش جان کنید، روزتون رو میسازه. برای نهار سگ بریونی رو بهتون پیشنهاد میکنم. یک عدد سگ کامل رو گریل میفرمایید و با سس دلخواه نوش جان میفرمایید به این شکل که در تصویر میبینید سرو کنید. برای نوشیدنی کنار غذا هم خون سگ رو پیشنهاد میکنم. برای دسر هم میتونم بهتون کیک مجلسی خوشمزه رو پیشنهاد بدم. مواد لازمش همونیه که اکثر کیک ها دارن، فقط شما باید همانطور که در تصویر میبینید یک کاری کنید که انواع میکروب و باکتری بخورده مایه کیکتون بره، چون اینطوری خیلی خوشمزه تر میشه. برای شام هم یه شامه سبک براتون در نظر گرفتیم. سوسیس قورباغه شکم پر که خیلی طرفدار داره. داخل قورباغه رو با مواد دلخواه مانند کرم و جگر خوب پر میکنید و کمی کبابیش میکنید. سپس میکنیدش داخل روده خوب. و بعدش تفتش میدید و با سس دلخواه نوش جان میکنید. آدرس دقیق مراکز درمانی رو هم داخل کپشن می نویسم. اگر یادم رفت لطفاً داخل گوگل خودتون جستجو پیدا کنید.